بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستای عزیز، به ادامه درس‌های قبلی امروز هم بخش سه با هم می‌خوانیم. در این بخش insert delete فرمت می‌خوانیم. insert مثلا در اینجا ما باز می‌کنیم insert رو می‌تونیم سل insert کنیم، insert shirt رو، insert sheet column، insert sheet. اینا ساده است. مثلا ما یک قسمت انتخاب می‌کنیم، میگم insert cell رو، cell right insert می‌کنم. بیایم باز هم انتخاب کنیم، میگیم سل دان، سل انزرت میکنم، کنترل زد. یه داریم اینجا رو اضافه میکنم، مثلا در قسمت کالم اضافه میکنم، در قسم همچنان داریم انزرت شت رو، یک رو عمومی در شت اضافه میکنم. و این دارم انزرت شت کالم اضافه میکنم، کنترل زد میکنم. و انزرت شت، این شت اضافه میکنم، میتونیم دیلیت میکنیم، میتونیم از این قسمت شت اضافه کنم. دیگه در اومدیم در بخش دیلیت سل. مثلا ما یک سل اضافه میکنیم، خواسته باشیم این سل دیلیت کنیم، میایم دیلیت سل. دیلیت شت رو، اگر ما یک شت رو اضافه کرده باشیم، مثلا میایم در این قسمت شت رو اضافه میکنیم، میایم باید یک شت کالم اضافه میکنیم، با این قسمت میایم دیلیت شت رو، دیلیت شت کالم، دیلیت شد. و دیگه بخش داریم بخش فرمت. در این فرمت اگر یادش ما قبلا مونده باشد، ما یک ماهی از سال جنتری را درست کرده بودیم. مثلا میم در شتی دوم اگر ما داشته باشیم یک، بیایم در این قسمت این را گفته باشیم که مثلا روش باشه دو، زیاد کم، روش باشه ده، خیلی کم است. میم کالمش میگیم کالم ویدش باشه دو. به این قسم اضافه میکنیم. مثلا اگر بیایم مثلا ما 7 بنویسیم، اگر بیایم دو 13 بنویسیم، میتونیم این قسم درست نماییم، تنظیم نماییم، مثل اندازه سل ها را، وید و چقدر وید داشته باشد یک سل، چقدر کالم داشته باشد. خلاصه ما میتونیم به دلخواه خود اندازه سل ها را درست نماییم. و در قسمت های فرمت، در قسمت ها میتونیم هاید رو کنیم، هاید کالم، هاید شیت، آن هاید کنیم. و میتونیم شیت تغییر نام بدیم. مثلا در قسمت هم میتونیم بیایم نیش کلیک کنیم، تغییر نام بدیم. و همچنین میتونیم کپی کنیم شیت، حرکت بدیم، کالر رنگ شیت تغییر بدیم. و پروتکت شیت، لوکال سیل، اینا رو در بخش ریویو انشاءالله میخوانیم. بخش ریویو میخوانیم. دیگر ما خواسته باشیم به شیت اندازه سل های ما مثل سل های قبلی به این داده باشد، می انتخاب میکنیم.
8.34 بود دیفالتش. 8.34 اینو انتخابش دارم.